به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز. با یکی دیگه از ویدیوهای دابرام چنلز در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز یک کار جالب بخوایم انجام بدیم که چگونه با استفاده از نرم افزار فتوشاپ اسمها، متنها و لوگوهای سه‌بعدی ایجاد بکنیم. بریم سراغ آموزش. من نرم افزارم فتوشاپ CSS فکر میکنم 2017 باشه. آره، ادوب فتوشاپ CC 2017. فکر میکنم آموزش ها برای نسخه بالاتر و نسخه پایینتر هم جواب بده. خب منتظر میشم تا ادوبم باز بشه. خب من اینجا نیو میکنم یک فایلی رو و من فایلم رو میزنم 512 در 512 هر چقدر که دوست داشتیم و این رو بذارید روی 119/19 پیکسل باشه و اینچ. این RGB کالر بذارید باشه تا بتونیم رنگ ها استفاده کنیم. بک‌گراندمونم یا میتونیم وایت بذاریم یا بلک. من وایت میذارم، حالا هر طور خودتون دوست دارید. کرییت رو میزنم تا برام بسازه. خب چجوری زوم کردم؟ کنترل رو نگه میدارم و مثبت رو میزنم، این میره جلو. دو تا روش کلیک میکنم تا از حالت قفل بودن صفحه در بیاد. خب اولین کاری که میکنه این با استفاده از گزینه horizontal type tools، من یه مقدار اسمشون رو بلد نیستم، می نویسم. حالا متمون میدونم کوچکتر کنم، همون 72 خوبه. میزنم a.t فونتم رو کوچیک کنم یه ذره و فونتم رو میذارم روی این، حالا وینکا بزنم این باشه، اینم خوبه. خب رنگم رو تغییر میدم به مشکی، فرقی هم نداره چون فعلا کاری باش نداریم. یه ذره فونتم رو درشت‌تر میکنم. خب من الان فونتم رو انتخاب کردم و رو نوشتم. این قسمتم پاک میکنم. البته پاک نمیشه فعلا نمیتونم پاکش کنم. روی این گزینه کلیک میکنید و روی قسمت New 3D Surface Select Layer میتونید انتخاب بکنید، یا اگر نخواستید روی همین گزینه که انتخاب کردید روی گزینه 3D میتونید انتخاب بکنید. من میام این رو فعلا میزنم، فرقی نداره، جفتش یه جا رو میبره برای شما. بذاریم باز کنه. خب باز که کرد، شما چند تا گزینه اینجا دارید توی قسمت 3D. میتونید نور رو اینجوری تنظیم کنید که نور کجا برای شما اتابه بزنید رو قسمت خودش باشه، دست به فعلا به این نزن. توی قسمت 80 یه اسمی داره به نام فرانت، نمیدونم چیه، این فلم اولین گزینه دیگه. دوبار روش کلیک کنید و این قسمت براتون باز میشه. میایید روی گزینه این فلاش پایین و هر کدوم که خواستین دیگه سلیقه‌ایه. من این رو میزنم، دوباره برمیگردم رو قسمت 3D. گزینه سومش هم انتخاب میکنم، سایه هاش رو میخواد، این رو همین میذارم. بچه این سلیقه‌ای کاملا کاری هم ندارم، یه ذره بزرگش نمی کنم، بذار رو همون دیفالتش باشه. خب برمیگردم رو قسمت لیر و روی این گزینه کلیک راست میکنم و روی پست کارت کلیک میکنم تا این پست کارت بشه. کنترل رو نگه میدارید و این لایه و این لایه رو انتخاب میکنید. یه بار دیگه میگم اینجاش خیلی مهمه. کنترل رو نگه میدارید، کنترل لایر 0 و 80 رو میزنید روش، بعد کنترل رو ول میکنید، دوباره یک کنترل به علاوه ای میزنید، کنترل رو نگه میدارید و گزینه ای رو میزنید، با هم ترکیب میشن.
یه همچین شکلی به شما تحویل میده، چیز جالبی نیست فعلا. بعد از اینکه این حرکت رو شما انجام دادید، لطف میکنید رو همون لایه کلیک میکنید و میان تو قسمت 3D. یه بار دیگه میگم، لایه‌تون کلیک میکنید، میان قسمت 3D و گزینه رندر 3D لایر یا گزینه Alt Shift Ctrl بعد و R رو نگه دارید. بعد که این گزینه رو زدید، ثبت میکنید تا رندر برای شما انجام بشه و متن سه‌بعدی شما درست بشه. این مقدار طول میکشه. فکر میکنم تقریبا برای عکسایی که حجمشون 512 در 512 سریعتر انجام میشه، اینجا براتون میزنه تقریبا چند دقیقه طول میکشه. و عکسایی که سایزشون بزرگتر باشه خب یه مقدار بیشتر طول میکشه قاعدتا، چون بعد رندر بگیره، مربع رندر میگیره میره جلو. حالا شما 512 انتخاب کردیم، یه مقدار حجمش پایین‌تره و سرعت خب قاعدتا میره بالاتر. ما فعلا یه دقیقه صبر میکنیم تا این رندرمون کامل بشه. اینجا درصدش رو دارید میبینید. کانال ما رو فالو بکنید، خیلی خوب قراره پیش بریم. ویدیوهای جالبی قراره بذاریم براتون به صورت رایگان. کار جالبی قرار انجام بدیم و همچنان صبر میکنیم تا رندرمون انجام بشه. یه بار دیگه میگم که این ممکنه بعضی موقع تا چند ساعت هم طول بکشه، بستگی به اون طول و عرض عکستون داره و اون سیستم کامپیوتریتون که چقدر سرعت داشته باشه. تقریبا این عکس 512 تقریبا برای من 2 دقیقه طول میکشه و همونطور که مشاهده میکنید تقریبا 31 ثانیه دیگه مونده تا این انجام میشه. همچنان صبر میکنیم 15 ثانیه دیگه. 93%. خب عکس ما تکمیل شد و یک رندر سه‌بعدی تقریبا دارم. یه مقدار بی‌کیفیته چون حجم 512 خب یه مقدار بی‌کیفیت میشه. من میتونم عکس بین خب بسخواهی میگم که یه دقیقه کلیپ رو قطع کردم. من یه چیزی رو اینجا چکش بکنم. این هست بک‌گراند داخلش سفیده، میخوام بک‌گراند رو پاک بکنم. قسمت ماجیک اریزر تول میتونم این رو لایه رو انتخاب میکنم و رو اوکی کلیک میکنم تا لایه باز بشه و چرا فلشش رو روشن میکنم و اینو میارم بالاتر که اولویت قرار بگیره. تقریبا یک لوگویی در اومد. حالا آنچنان حرفه‌ای نبودم، فقط قصدم این بود که بهتون نشون بدم که چجوری میتونید عکس سه‌بعدی بسازین. فعلا کاری با اونها نداریم و این رو هم بذاریم برای خوشگلاسیون انجام دادنش و یه چیز تقریبا معمولی ساده ایجاد کردیم. میتونستیم بهتر از این هم انجام بدیم. من فقط قصدم اینه که فقط طراحی سه‌بعدی انجام، چون موضوع الانمون طراحی سه‌بعدی بود. این از آموزش اینکه متن چجوری سه‌بعدی در بیاریم. تقریبا الان من این عکس کیفیت پایین گذاشتم تا سرعت بره بالا. تقریبا سه‌بعدی هم یاد اگه کیفیت های بالا بذارید این سه‌بعدی ممکنه بیشتر هم بشه. امیدوارم که
اون آموزش براتون مفید بوده باشه کانال ما دنبال کنید و آموزش های فوق‌العاده زیبایی اون تو قرار خواهیم داد، میتونید استفاده بکنید از این آموزش و همتون خدای بزرگ میسپارم. یا حق